محیط اولیه لید موشن، جایی که لید موشن رو باز میکنیم به شما نمایش میده، من میخوام به شما یه سری تنظیمات اولیه رو به شما بگم. این قسمت خب پروژه هایی که قبلا داشتیم و انجامشون دادیم و تکمیلشون کردیم یا نیمه کار رو داشتیم رو اینجا میتونیم ادامه بدیم یا دوباره بازشون بکنیم اونایی که تموم کردیم. این بخش هم که تمپلیت ها فایل های XML مون رو میتونیم آپلود بکنیم. مثلا داخل افتر افکت ما پریست داریم، یه سری فایل هایی هستن که از قبل آماده بودن، یه نفر درست کرده گذاشته داخل کانال تلگرامشون، یا مثلا فایل XMLی که من براتون میذارم داخل کانال تلگرامی که قراره درست بکنم که شما بیاین تمرین بکنین، سرعت ادیتتون رو بالاتر میبره. این قسمت الان اینجا نوشته سرور کانکشن فیل، به خاطر اینکه من فیلتر شکنم خاموشه. توجه کنین که نباید از فیلتر شکن آلمان استفاده بکنین که همچین چیزی رو باز براتون نمایش میده و از اینجام نمیتونین استفاده بکنین. مثلا بخواین فایل XML تون رو آپلود بکنین باز بشه براتون، این ارور میده، به مشکل میخوره. روی این سه خط بزنین، اینجا یه منو واسهتون باز میشه. کسایی که گوشیشون ضعیفه لو کوالیتی پریویو رو فعال بکنند که لگ موقع کار کردن با این برنامه کمتر بشه. خب طبیعتا خب برنامه کرکیه، فایل اصلی برنامه نیست، من الان دارم ازش استفاده میکنم، نسخه افتر موشنشه و براتون داخل کانال تلگرام قرار میدم که دانلودش بکنین. یه چیزی هم بگم، بقیه قسمتاش زیاد مهم نیست، پیشنهاد میکنم بذارین روی همین حالت بمونه، من اصلا دست نزدم. اینجا آشپزخونه لید موشن، جایی که ما پخت و پز بکنیم. خب بریم اینجا بهتون یاد بدم این بخش. روی این به علاوه‌ای که بزنین اینجا بخش شیپ براتون باز میشه، شیپ هایی که خیلی کاربرد دارن ازشون استفاده میشه و گفتم که الان میخوام فقط محیط رو به شما نشون بدم که محیط لید موشن چجوریه. بعدن که داشتم تو ویدیوهای آموزشی یه سری چیزا رو توضیح میدادم بهتون، یا خودم صدا نداشت یه موقع روی ویدیو من توضیح نمیدادم، فقط بهتون نشون میدادم دارم چی کار میکنم، گیج نشین. خب این بخش مدیا از خودتون میدونین، فیلم و عکسایی که دارین رو میتونین اضافه بکنین و ادیت بزنین. این بخشم که خودتون میدونین بازم صدایی که ضبط کردین و آهنگی که دارین رو میتونین اضافه بکنین. اینجا هم که آبجکت هاست، آبجکت نال، کامرا و یه گروه خالی میتونین ایجاد بکنین که داخلش لایه‌هاتون رو قرار بدین و بتونین اگه مثلا میخواین 5 تا آبجکت رو با هم حرکت بدین میزنشون داخل این گروه و یا همشون رو سلکت میکنین یه گروه میسازین. بهتون توضیح میدم، مثلا نترسین، خیلی ساده است. این بخش هم که المنت هاست، من المنتی نساختم که اینجا برای من نشون بده و اینجا بخش تمپلیت هاست، فایل آماده یا همون فایل XMLی که به شما گفته بودم قبلا که از بخش تمپلیت ها اضافهش کرده بودم و ازشون استفاده کردم، اینجا من نشون میدم. و اینجا هم که قلمو لید موشن میتونید اینجوری شکل‌های مختلف رو رسم بکنید که این بخش هم کاربردیه، قطعا بهتون یاد میدم اینا رو، اصلا نگران نباشین. خب این بخش هم که میتونید خودتون شکل رسم بکنین، اینجوری نقطه به نقطه تعیین میکنیم این خطا رو. مثلا من اینجا میخوام یه مثلث بزنم دیگه، خودش ترتیب شکل رو میده. خب این بخش هم که به شما یاد میدم کاملا کاربردی اینا، این جایی که دارم بهتون نشون میدم تقریبا 99% افکت ها و این ابزارهایی که اینجا هستش قابل استفاده. اون 1% هم که من اصلا ازشون استفاده نکردم، این سه تا رو من اصلا تا به حال ازشون استفاده نکردم و خداییش اصلا نمیدونم اینا چی هستن. و این قسمت رو باز کردم، اینجا کامراتونه که میتونین ازش استفاده کنین و اگه کامرا رو اینجا اضافه بکنین اینجا میتونین فعالش بکنین کامراتون. خب من اینا رو به شما توضیح میدم، اصلا نگران نباشین. گفتم که اصلا از این برنامه نترسین، چیز سخت و گنگی نیست، خیلی راحته. نگاه نکنین الان اینجا من افکتاشو برم باز بکنم بگین که وای چقدر افکت داره، وای چرا اینجوریه چرا اونجوریه. نه اصلا اینجوری نیست، خیلی ساده است. با افتر افکت نمیخوای کار بکنی که خود افتر افکت هم اگه بخوای باش کار بکنی با اینکه کلی امکانات داره، فضای خیلی پیچیده‌ای داره،
اگه تمرین بکنیم میتونیم بهش مسلط بشیم. تازه اگه با تمرین هم بخوایم بکنین الوید موشن خیلی راحت تر از افتر افکت براتون در میاد. خب و اینم بدونین که خیلی از ادیتایی که داخل افتر افکت و پریمیر میزنن رو شما میتونین با موبایل خیلی راحت بزنین، اصلا نگران نباشید. خب اینجا قسمت تکست میتونین متن اضافه بکنین. من می نویسم سلام و اینجا مثلا رنگشو سیاه میکنم، سایزشو میذارم روی 56 بزرگش میکنم. این بخشم که فونتاتونه، میتونین فونتتون انتخاب کنین. این فونتایی که قبلا استفاده کردم و الان اینجا داره نشون میده و اینجا ویو آل فونت رو بزنین به دنیای بی‌نهایت فونت الوید موشن دارین نگاه میکنین. کلی فونت زیاد داره، کلی فونت داره خلاصه. و روی این سه خط بزنین از این بخش ایمپورت فونت میتونین خودتون فونتایی که دارین رو اضافه بکنین. خب از اینجا خارج میشیم. اینجا من یه فونت خودم مثلا انتخاب میکنم، فونت پینار، و میام توی قسمت ادیت تکست. اینجا میتونین متنتون رو تغییر بدین. این قسمت هم میتونین بهش رنگ بزنین. این قسمت هم میتونین گریدینت بهش رنگ بدین، یعنی دو تا رنگ میتونیم بهش بدین. مثلا رنگ قرمز و سفید مثلا میخوام باشه، یا مثلا قرمز و آبی. با اینا میتونین بازی کنین. شدت رنگ رو از هر قسمت میتونین تنظیم بکنین. مثلا آبی میخوام اینقدر متنم آبی باشه، اینقدرش قرمز باشه. اصلا میخوام مثلا کلش قرمز باشه، که میخوام کلش رو قرمز بکنین که دیگه از این استفاده نمیکنین، میرین از سراغ همین. خب الان من اینجا مثلا رنگش رو قرمز میکنم. این بخش الان میبینیم متنم غیب شد. خب شما الان میگی که خب از این به درد تکست نمیخوره. نه، ببینید این افکتایی که میبینین افکتای متنی میبینید. الان من اینجا استروک رو فعال بکنم، بوردرش فعال بشه، میبینین میتونید شما همچین تکست افکتی رو خیلی راحت اینجا ایجاد بکنید. و برگردیم سراغ شکل اولش. خب اینجا حالتهای مختلف داره میتونین تنظیم بکنین. اینجا هم که بوردر، منتها بوردر نه اینکه مثلا من رنگ بوردر سیاه انتخاب میکنم اون خط دورش نیست، این خط داخلش داره شکل میگیره. میبینید خط از داخلشه. میتونم اینجا تنظیم بکنم که از بیرونش باشه. ببینین الان خط رفت بیرونش. اینجا ببینین داخلشه، اینجا وسطشه، سنتر وسط، از بیرون و داخلش هستش. خب اینا رو هم بیاریم رو حالت اولشون. اینجا میتونین سایه به متنتون بدین، شدتش رو تنظیم بکنین، جای سایه‌تون رو تنظیم بکنین، چپتر باشه راستتر باشه. و این قسمت هم خاموش میکنیم. اینجا پریست هایی که قبلا استفاده کردم، مثلا من از این ساند افکت قبلا استفاده کرده بودم، گذاشتم پریست باشه که چون خیلی کاربردی بود دوباره ازش استفاده بکنم. خب دیگه چی داریم اینجا؟ این قسمت موو اند ترانسفورم که میتونین به شکلاتون حرکت بدین. من به متنم مثلا حرکت میدم، اینجا میتونم بهش کی فریم بدم. مثلا الان این کی فریم اینجاست، درسته؟ کی فریم اول کجاست؟ شکلمون اینجاست. از کی فریم ما چه استفاده میکنیم؟ برای حرکت دادن با آبجکت هم. خب الان اینجا من میگم یک کی فریم اینجا وارد کرده بودم، گفتم که شکلم آبجکتم تو این قسمت بدون حرکت باشه، تو این قسمت باشه. وقتی که به زمانش به 1 ثانیه و 800 ثانیه رسید کجا بیاد؟ شکلم بیاد اینجا. میبینین این خطم داره حرکت رو بهتون نشون بده. الان میبینین شکلم آبجکتم متنم حرکت کرد. و از بخش کرو میتونین اینجا سرعت حرکتش رو نرمتر بکنین. الان من مثلا اینجا این کرو رو بهش بدم، حرکت این متنم میبینین نرمتر شد. میبینین حالتهای مختلفی میتونیم بدیم. اینجا میتونم مثلا سرعتش رو زیاد کنم. یعنی الان سریع رفتش، دیدین خیلی سریع رفتش به اون جایی که براش تعیین کردم.
پس کاربرد کرو و کیفریم رو خیلی راحت یاد گرفتین چیه و چه کاربردی داره. حتی میتونم از کیفریم رو تو رنگ هم استفاده کنم، این خیلی جالبه. اینجا مثلا میگم رنگش قرمز باشه و به این نقطه رسید رنگش رو زرد بکن. این از الان این رنگش یواش تغییر میکنه به زرد که اینجا میتونین برای جذاب‌تر کردن فونتتون متنتون ازش استفاده بکنید. اینجا هم باز میتونین بهش کرو بدین با چه سرعتی رنگش تغییر بکنه. میتونین اینجا ببینید سریع رنگش تغییر میکنه. و برای دیگه این قسمت هم بخش افکت هامونه. میتونیم افکت های مختلف بدیم. الان مثلا به متن رو میتونیم تکست اسپیسینگ بدیم که این بیشتر برای متن انگلیسی استفاده میشه و کلی اینجا افکت داریم. افکت های سه‌بعدی میبینین اینجا مثلا میتونیم به عکسی که وارد کردیم یه حالت کاغذی بدیم، انگاری کاغذی مثلا روی صفحه پهنه و گوشش اینجوری تام میشه و حالت های مختلف که با اینا آشناتون میکنم. انا فقط میخواستم بهتون نشون بدم. خب همه قسمت ها رو به شما گفتم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهی کردیم منو. دمتون گرم و منتظر آموزش های خیلی خفن دیگه باشین.